بچه‌ها حالتون چطوره؟ به کانال امیرکرفت خوش اومدید. امروز اومدیم آموزش فارم کشاورزی. جدی میفرمایید؟ بچه یعنی آموزش فارم کشاورزی منظورم اینه که فقط این آبه میاد اینو جلو میده و بعدا هم اون یکی میاد میندازه اونجا یه چست داره، شما فقط میرین ورنده و کارتون رو خیلی آسون میکنه. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. حالا ما میایم اول اینجا 2 تا بلاک میریم پایین. خب میایم اسکیپیستون اینجا میذاریم. حالا بعد اسکیپیستون میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا این برم 2 تا ارتفاع حالا میکنیم. خب این بر بعد که 2 تا ارتفاع کندیم میایم اینجا اینجوری از اینا میذاریم ردستون داست. خب حالا من بهش میگم ردستون دیگه. خب بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا رو دوباره بلوک میذاریم و اینا اینجا میذاریم. حالا بعدش میام از اینجا وصل میکنم و اینجا حالا میام یه دونه از اینا اینو میام روشن میکنم، بعدش اینجوری بهش وصل کنم و یه دونه ریپتر میاریم اینجا میذاریم که دیر باشه، یعنی دیر باشه، مرض خودمه. خب حالا بعدش میام اینجا به اینجا وصل میکنیم و اینا میذارم بالا. بعد میام اینجا آب پر میکنیم. بعد آب پر کردن میام چیکار میکنیم؟ میایم بچه اینجا از اینا باید بکنیم. الان من اینو بیارم پایین، میاد بالا و اینو بزنم بعد میاد بالا. خب بعد دوباره میایم اینجا 2 تا از اینا میزنیم پایین، یعنی 2 تا بلاک من اشتباه زدم. الان یه بشکن درستش میکنم. خب درست شد. الان میبینید البته یه بشکنم صدا نمیده، میکروفون ندارم. خب میام چیکار میکنیم؟ میایم اینجا از اینا بیام اینجا بزنم. حالا بچه ما اول میام اینجا رو از اینا میذارم. خب بچه الان من میام اینجا اینجوری میپوشونم و اینم اینجا میپوشونم. خب بچه یه دونه ویدیو میخوام براتون آماده کنم که نمیگم، البته واقعا خیلی به درد میخوره اگه رفیق دوست دارین. تله نیست، چیزای مخفی هم نیست، بهتون نشون میدم. این خوراک شماست، اصلا نه صدا میده نه چیزیه، نه با دسته چیزیه. و بعد من اینجا یه گند زدم. بعد میایم اینجا اینا رو بکنیم، بعدش میایم اینجا یه جا باز کنیم، اینجا دوباره یه جا باز میکنیم اینجوری میکنیم. خب بعد میایم اینجا 2 تا چست میذاریم، بعد بیام اینجا از اینا. خب بعدش میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا بلاک نه دیگه گند زدم. خب بعد از اینا میایم اینجا میذاریم، بعد شیفت رو میگیریم اینجوری وصل میکنیم بهش. بعد میایم اینجوری بلوک میذاریم، بعد دوباره شیفت رو میگیریم اینجوری وصل میکنیم بلاک رو. اینجوری صبر کنید اینو اینجا بذارم. خب کم اینجا. و حالا چیکار میکنیم؟ حالا ریل رو میذاریم. حالا من از اینجا میایم بیرون، صبر کنید دوباره میام. خب الان همه چی درست شد. تنها کاری که میمونه دوباره از اینا بردارم بذارم جای این و اینجا بذارم. بچه ها ساخت تلویزیون اگه خوشتون اومد واقعا لایک کنید. دهنم سرویس شد، میدونی چقدر قطعه است؟ خیلی قطعه، یعنی اصلا اعصابم اصلا داغان بود. و هم بعد ویدیو بچه الان ما اینا رو باید گندم رو بزرگ کنیم ببینیم چی میشه. خب حالا من الان بیام این تیکه رو بزنم. نه شد، صبر کنید. خب اینو از اینا میذارم و حالا میریم توی چست و بله
همه اینا داره میاد تو چست. خب بچه ها مرسی تا اینجای ویدیو. یه ویدیو دیگه فعلا